دوستان عزیز، مخلصان گوشتین ملی گوشتینگیری، اینک رقابت پهلوانان در وزن تا 71 کیلوگرم برای راه به مرحله نهایی شروع گردید و پهلوانانی که میبینیم خیلی هم استعداد و هنر برجسته پهلوانان رو دیدیم و امروز هم در وزن تا 71 کیلوگرم ورزشگری که حالا در میدان است، این رحمی خدایف سلمان سفید پوش و او با بوریوف دلشاد از ولایت مختار کوهستان بدخشان رقابت را 90 شروع کرد و بوریوف هم استعدادش خیلی برجسته و هنرش هم خیلی عالی است و در این لحظات میبینیم که خیلی هیجان و احساسات زیاد پهلوان ما را فراگیر است، چون که دلشاد بوریوف یکی از بهترین ها در این وزن محسوب می‌یابد. زنجیربک و زهرا تحت رقم 408 پهلوان ما نویه روشن نوجوان تا این مدت یک اشتباه، یک حالتی که بله داور هم اشاره پهلو میکند، اندک نقطه الهیده و پرتافت این ورزشگر ازبکستانی دلشاد بوریوف حلال بهاگذاری گردید و این چهره بسیار هم با یک استعداد و مهارت برجسته‌اش در مرحله نیمه نهایی از خود مهارت بیه و ارزنده نشان داده توانست. توجه میکنیم البته به دوری دیگر این نقطه الهیده که حالا هست اینجا، بله داور هم مشخص بله این پرتاف را حلال بهاگذاری کرد. دلشاد بوریوف از این مرحله نتیجه به به دست آورد و به دوری فینالی وزن تا 71 کیلوگرم راه خط گرفت. پهلوانان برای دریافت راه خط به مرحله نهایی تلاش میکنند در وزن تا 71 کیلوگرم. اکنون میبینیم چهره هایی که امروز خیلی هم از خود مهارت بلند نشان دادن با این مرحله راه یافتن. رمضان لیفایف یکی از آنهاست. شراولیو بولیبوس های ورزشی سفید است. نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان لیفایف رمضان لیفایف با خلعت سبز رقابت نیمه نهایی پهلوانان وزنشان تا 71 کیلوگرم. و حالا در روند تلاش مبارزه که میبینیم خیلی هم شدتش باید باز هم بهتر یا خوبتر و جالبتر گردد. این از اون گواهی میدهد که هر دو پهلوان در ادامه تلاش سبقت های 8 یک نهایی و 4 یک نهایی خیلی هم بهتر بودند. فضای خوب ایدانه، تعداد مخلصان هم خیلی بیشتر زیادتر رفتی مبارزه دیگر باره ثابت میسازد که امروز این چهره ها برای اشتراک در این مسابقه آمادگی بهتر هم دیدن، چون که غالب 3 وزن 71 86 جمع 86 کیلوگرم و مکافات عالی الکترومبیل قدردانی می شوند. این یک توجه باز هم صمیمیت و اعتماد اللهیده برای پهلوانان است که رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان این اقدام را پیشه کردند و روند تلاش را دیگر باره هم بسیار هم جرأت اللهیده بخشیدند. تا یک قرصد به خاطر ورزشگری تحت رقم 409 شورنو جای آدم. باز هم میبینیم که تلاش مبارزه یا تلاش پهلوانان، کوشش ورزشگران در ادامه مرحله نیمه نهایی خیلی هم هیجان آور است. خیلی هم در تلاش راه‌های با موفقانه هستند.
حسن و ورزشگاه تحت رقمی از میدان 407 بیرون شدند. ورزشگاه ناحیه ایوان از میدان بیرون شدند و دولت و از میدان بیرون شدن و ادامه تلاش رو میبینیم که تا کنون به رفت سبقت پهلوانان باز یگان تغییراتی به مشاهده نمیرسد. این از آن گواهی میدهد که امروز بچه های نو به کمال رسیدند. چهره های موندگار اکنون زیاد شده ایستادند در وزن تا 71 کیلوگرم. اگر ما توجه کنیم که ادامه سبقت ها رو خیلی هم خوبتر و بهتر انجام یافتند. و رمضان لیفایفین از ولایت مختار کوهستان بدخشان است که با 3 غلبه به دست آورده‌اش تا این دور آمد و ورزشگاه تحت رقم 410 شیراولیا اسحاقوف سبز پوش ایشکاشیم اسحاقوف سفید پوش نفری که لیفایف معرفی کردیم این سبز پوش است. هر دو پهلوان راستی خیلی هم با جرأتانه تلاش میکنند دلشاد بوریف غالب این جفت را در مرحله نهایی البته انتظار است. نکته دیگر آن است که پهلوانان سربلند میدان امروزه در 3 وزن صاحب مکافات عالی میگردند و محبت صمیمیت در اوپا شد یا نشد. حرکت ورزشگر در این جریان خیلی هم بهتر بود، چون گفتیم که لیفایف هم مبارزه خود رو خیلی خوب بر راه ماند. باز هم یک کوشش دیگر رمضان این مورد باز هم کامیاب شدن نتوانست و شیراولیا اسحاقوف سفید پوشی که بود و لیفایف دو کوشش خوبتر را اندکی انجام داد، اما برای موفقیتش گویم یا برای دست بالا گردیدنش حالا هم زمینه به وجود نآمده است. رفت میدانداری را خواهیم دید. 5 دقیقه وقتی در اختیار داشته را هر دو پهلوان اکنون چگونه استفاده میکنند. رقابت پهلوانان در مرحله نیمه نهایی وزن 71 کیلو ادامه می‌یابد. ورزشگر خلعت سفید یک امتیاز را به دست آوردن، امتیاز اولی بدن را اکنون رفتی مبارزه باز هم در این لحظه ها شدت دیگر خواهد گرفت، چون که شیراولیا اسحاقوف بله رمضان لیفایف سبز پوشی در میدان بوده. خیلی وقت کم در اختیار دارند. این حرکت باز هم دیگر باره ثابت می سازد که پهلوان سفید پوش می خواهد دفاع کند، نقطه را تا به همان سمت مشخص و علاهیده خود برد. نه، رمضان کوشش به خرج می دهد. شیراودن هم در این مورد بسیار حالت خوب یا مناسب برای امتیاز بدن فراهم شد، اما نتوانست. مبارزه شدت دیگر میگیرد. رمضان هم خیلی خسته حال شد.
وقتی اساسی به انجام رسید در مرحله دوم نیمه نهایی این وزن تلاش ایساق بله. شیرالی و نماینده دوشنبه یک در آخرین و پهلوانی لیفای رمضان در این وزن جای سوم اشغال کرد. اسحاقوف خیلی از خود مهارت به نشان داد، با یک امتیاز بدن دست بالا شد و به فینال مسابقات در وزن 71 کیلو راه یافت. بهروز اماموف از ونج، پهلوان سبزپوش و قهرمان جهان در رشته گوشتنگیری در سال 2024 حقنظر نظروف، مرحله نیمه نهایی وزن 86 کیلوگرم. اکنون آی بسیار هم حالا داخله را خاص مورد استفاده قرار دهد، توجهش خیلی بهتر بود و بهروز اماموف این چهره نو است. بیژن و اکرم برادران مربیانی که این چهره را همیشه تمرین میدهند و حقنظر تجربهش خوب، نتیجه های شایسته هم دارد در مسابقات مختلف. بهروز اماموف اکنون ما میبینیم که روند مبارزه اندک به می شود. دو کوشش حقنظر نوبسته از آنی که نتیجه بخش نبود، حالا هم برای پیدا کردن فرصت مناسب یا حالت خوب یک زمینه دیگر میگذارد. بله، در میدان باز هم مسابقه های دیگر، کپ جنگ، خروج جنگ، والیبال، وزنه برداری، بندکشی صورت گرفت. آی 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 اوخ 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 اوخ. آنا این بهروز اماموف بود که بسیار یک حرکتی غیر عادی کرد و امتیاز را از قهرمان جهان ستانیده. کاری حقنظر اندکی مشکل تر می شود. هیجان، رقابت حساس و حل طلب صورت خواهد گرفت، چون که تنها مطلب حقنظر هم معلوم برای شرکت در مرحله نهایی بود. اینجا کارش اندکی آمد نکرد، اما این خاتمه رقابت نیست. یک پایزنی اندکی بهرا هم نشان داده توانست، اما بدون امتیاز است این پایزنی، یعنی امتیازی لااقل بدن نصیبش نگشت. بهروز اماموف هم در چمپیونات مملکت در رشته گوشتنگیری امسال هم انیقترش ماهی فوریه هنرنمایی خیلی خوب نشان داد. یک بار دیگر از استعداد و مهارت بلندی این چهره درک می‌دهد که از ونج بعد 10 ساله های این چهره نو است که اکنون میشکفد در مقابل حقنظر. خیلی خوب ایستادگی کرد، حتی امتیاز گرفت. دوام تلاش پهلوانان بیژن باقیوف، مربی که سبزپوش را تمرین می‌دهد، از یک گوشه اشاره می‌کند و پهلوان ناحیه ونج آگاهی دادند برای عقب نشینی یا سوست گوشتین گرفتنشان. حقنظر باز هم برای استفاده اصول هلوک داخله
یک بار دیگر رجوع کرد، موفق نشد. اکنون تلاش بچه ها، بله تلاش بچه ها اندک شدت میگیرد. نه، حرکت های حق نظر راستی خیلی سستند، یعنی با اصول سر کتف توجه کردنش یک سمت، اما استفاده کردن آن بسیار صورت افزایی و طرز دیگر را تقاضا میکند که در کوشش حق نظر آن به نظر نمی رسد. بهروز امامov وقت را تحت نظارت گرفته ایستاده است. این کفکوبی ها البته با افتخار مهارت بلند بهروز امامov که تا این مدت فعال است. چهره نو، پدیده که امسال کشف شد در گشتین ملی جمهوری تاجیکستان در چمپیونات مملکت انیقترش. چرا حق نظر چنین رفت گشتینگیری سست خود را نشان میدهد، یا چه حالتی که اندک زانوی چپش هم آسیب دیده بود، آن به رفت مبارزش کمی خلل هم وارد کرد. حق نظر فعال شد. تنبیه به بهروز امامov برای با شکم خوابیدنش، سوزگشتین گرفتنش، عقب نشینی کردنش. حق نظر می رود اکنون کار دیگر روی بدن به حق نظر داده می شود یا نه. بسیار هم در فرصت دفاع کردن، حالت محافظت کردن هم خیلی هیجان بود. امتیاز نیست. حق نظر حالا هم نمیتواند که در این فرصت با نتیجه به نویل گردد. نه، بدن نوبتی به پهلوان ونج. 5 ثانیه دیگر تا آخرین دیدار ورزشگران باقی مانده است. بهروز امامov اکنون بهروز امامov در این دیدار غلبه به دست می آورد و به فینال می رود. بهروز برای دریافت جایزه امکانیت خوب را پیدا کرده توانست. فینالیست وزن 86 کیلوگرم و حق نظر در این وزن جای 3 رو اشغال کرد. رقابت ادامه می‌یابد و رقابت‌های مرحله نیمه نهایی وزن 86 کیلوگرم در میدان اکنون احرارov زیادالله 3 دور نتیجه به را به دست آورد و رقیبش هم یعقوب نظیرov در 3 دور موفق شد و به این مرحله آمد. مرحله نیمه نهایی دوم وزن 86 کیلوگرم. خیلی هم یعقوب جان در این فرصت برای استفاده اصول سر کتف رجوع علاهیده کرد. زیادالله احرارov هم ورزشگر خیلی ناماشنا از ازبکستان است. روند گشتینگیری نشان می‌دهد که هر دو استعدادی برجسته دارند. در گوشه دیگر یک نفر خلعت گشتینگیری به بر کرده است،
اما در مسابقه ورزش سبک شرکت میکند یا چه طور نمایش الهیده لباسهای ملی گشتینگیری را منظور میکند که مردم هم بسیار به افتخارش کفکوبی دارند. این خوب است که پیراهن گشتینگیری به بر دارد. لباس ورزشی گشتینگیری را تبلیغ کردن لازم است. نوع یگانه ورزش اجدادی که جهانی شد. 76 کشور سیاره ما را همچون صاحب اصیل این نوع ورزش میشناسند. احراروف باری اول نیست که به تاجیکستان می آید. زیادالله هم با ما در صحبت بودند، در مصاحبه بیان داشتند که من بسیار افتخارمندانه از تاجیکستان همیشه یاد میکنم، چون که تنتنه های نوروزی و اکرام و احترام در اینجا در سطح بلند است. به تاجیکستان آمدیم که صاحب شاه جایزه شویم. ابراز اندیشه کرد زیادالله احراروف، سبزپوشی در میدان بوده. اما یعقوب به ننگ و ناموس تاجیکستانی هم اینجا رجوع میکند. ای حالتی خیلی هم هیجان آور بود که داور بدن بهاگذاری کرد. رفت سبقت جریان میگیرد. امتیاز اولین را اکنون زیادالله احراروف گرفت. تلاش پهلوانان ادامه می‌یابد. زیادالله احراروف با یک بدن پیش صف است. دوام خوازمایی دقیقه سیومش، بله سیومش هم پشت سر شد. اکنون یعقوب جان رو لازم است در این مورد که کمی صورت افزایی کند، چون که تقدیر مکافات دویم عالی از نتیجه همین سبقت وابستگی دارد. اولین شده تاجیک پسر ونجی به فینال رفت. حالا احرار زیاداللهیف با یعقوب جان نظیرف رقابت دارد. یک امتیاز، بله یک امتیاز چندان بیش نیست. یعقوب میتواند اینجا راه دیگر را پیدا کند، لااقل نتیجه را برابر سازد. بسیار هم بدن، امتیاز دومی بدن را هم بله پهلوان سبزپوش به دست آورد. یک قدم دیگر نزدیک شد برای مبارزه مرحله نهایی جهت دریافت شاه جایزه این مسابقات. 145,000 سامانه این بسیار هم ارزش بزرگ دارد. هیجان بیش. اکنون بهروز اماموف اولین شده به فینال رفت. زیادالله احراروف هم اندک دیگر باقی ماند. 2 امتیاز بدن دارد. دقیقه آخرین 40 ثانیه دیگر حالا وقت هست. اگر یعقوب اینجا پرتافت انجام دادن نتواند، کار مشکل تر می شود. پهلو با زیادالله احراروف. یعقوب برای حمایت از مظفریتش امکان پیدا نکرد.
ثانیه های بشمار. زیادالله یعقوب. بله بله، از میدان بیرون برآمدن اندکی کاری بچه ها رو مشکل تر میکند. از این نقطه نظر زودتر و هرچی تیزتر به مرکز میدان آمدن لازم است که اینجا صاحبی بله شاید امتیاز گردد ورزشگری تاجیکستانی. زیادالله احرار واگاهی گیرید برای از میدان بیرون شدنش. باز دیگر بار هم از میدان بیرون می شود. دو بدن و یک پهلو دارد، فعال است. وقت انجام یافت. زیادالله احرارов در این مرحله ظفر یافت، به فینال رفت. اکنون برای شاه جایزه автомобили سبک‌روی تمغه ایان غالبیت به یک تکی سبز نماینده جمهوری ازبکستان و یعقوب جان نظیرov سزاوار جایزه در این وزن. بله، زیادالله احرار اندکی در معرفی ابتدا چنین بیان کردند و این چهره به فینال را و با بهروز اماموف برای شاه جایزه الکترومبیل رقابت خواهد کرد در وزن تا 86 کیلوگرم. از جانب داور با یک تکی سفید چمپیونی جهان اوید به گشتینگیری، یکی از مشهورترین پهلوان گشتینگیری جمهوری تاجیکستان میر محمدov شکر محمد. از جانب دست چپ داور با یک تکی سبز استاد ورزش جمهوری تاجیکستان نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان دوشنبیف رستم. مرحبا. رقابت پهلوانان وزنشان جمعی 86 کیلوگرم ادامه می‌یابد. شکر محمد میر محمدov با خلعت سفید و رستم دوشنبیف با خلعت سبز در مرحله نیمه نهایی این وزن قرار دارند و رستم را راستی در میدان‌های با شکوه گشتینگیری ما کم دیدیم و شکر محمد جای مبالغه نیست که یکی از بهترین هاست. حالا خیلی هم در روند مبارزه استعداد خوبش رو هم رستم نشان داد، یعنی خود را از این حالت رها کرد. این یک بارگر دلیل آن است که هراس ندارد در مقاومت ستاره گشتینگیری تاجیکستان شکر محمد میر محمدov و زود است در این جریان که باز سمت دیگر حرکت دیگری خود رو هم بهتر نشان دهد. اما استعداد شکر محمد به کلی فرق کننده است. این رو هم پوشیده نیست برای تماشابینان و بدون مبالغه این رو هم میتوانیم اینجا بیان کنیم. تیاری بیند آلتیبایف، بگمرود، رحمان و منصور. اکنون رستم دوشنبیف در دقیقه اول خود را از ورطه مشکلی و حالت مرکب رها کرده توانست. یعنی چون گفتیم که این افاده همان جسارت رستم رو یک بار دیگه خود جسارت رستم است. شکر محمد در فرصت خیلی خوب است اما هر دو از میدان بیرون شدند. برای گذاشتن ستون یا با سلاح اوپر داور هم به رستم دوشنبیف آگاهی داد. جفت دیگر رقابت
دوم نیمه نهایی این وزن را حاضرین گرامی با استعداد توجه پهلوانان همه رحمان تماشاگران منصور رسانده می‌شود که و در قسمت اولتیبایوف چپ بگ ورزشگاه مراد تکمیل خواهد داد. نوروزی بین مردان بین جوانان در مسافه 3 کیلومتر برگزار می‌گردد میرممدov و اشتراکی تحت رقم 410 ورزشگر نوحیه ایشکاشیم احمد بیکوف اورش، ورزشگر تحت رقم 424 ورزشگر شکر محمد گوشتی نگرفته ایستاده است. براستی او میتواند ورزشگر تحت رقم 402 ورزشگر از ناحیه میتواند که شوخنان جریان رقابت رستم را بیکوف باز عظمت هم پرشیده تر تحت کند، رقم 405 ورزشگر اما ناحیه خودداری کرده ایستاده است یا چی بچگردی به مرحله بعدی رسول آمادگی میگیرد، یعنی به ورزشگر دور تحت فینالی. رقم از این نقطه نظر 404 بسیار هم خواستیخانوف جریان دلنواز سبقت را ورزشگر شهر خاروخ، نظارت دارد و ورزشگر تحت کوششش رقم چندان زیاد 422 نیست. ورزشگر از ناحیه روشان فخری شکری خنایف، ورزشگر تحت رقم 403 ورزشگر ناحیه امتیازی روشقله ورزشگری رمی خلعت خدایف سفید داشته. اکبرشاه، ورزشگر تحت رقم 9 ورزشگر از ولایت ختلان دسته ختلان 1 عبدالفیض مصطفی، ورزشگر تحت رقم 412 ورزشگر شهر خاروخ خیر محمد پهلوانوف و ورزشگر تحت شکر محمد رقم اکنون از بالا قپیدن 413 برایش خیلی مناسب ورزشگر از است. دسته ختلان 1 او دوستان میتواند که در علیموف، جریان ورزشگر تحت رقم مبارزه اندکی 406 فعالتر باشد. ورزشگر شهر در خود را خاروخ نشانه میدهد راستی ایدربک معلوم نیست. مکشویف، ورزشگر تحت رقم 408 ورزشگر از شهر و ناحیه‌های گوشتی تابع نیست مرکز گرفتن. جمهوری شریف انا این سفر رفتی محمد پرتاب زاده خیلی هم عالی برجسته و و خوب ورزشگر بود. تحت رقم شکر محمد 411 میرممدov ورزشگر ناحیه در این دیدار درواز، تولیدسا، خیلی به آسانی منور ظفر است. یافت و به مرحله فینالی رفت. اکنون شکر محمد برای دریافت از جایزه مسئولین حقوق پیدا کرد. مربیان دور بعد احترام را این خواهش پیروزی می‌شود است، بعد از که شکست دور را رستم آغاز دوشنبه. نمایند. توجه میکنیم به رقابت پهلوانان و دو چهره ماندگار. با یک قرصق جانبداری میکنیم دوی مردانه در مسافه 3000 متر بگ مراد اولتیبایوف با خلعت سفید، منصور رحمان با خلعت سبز در میدان است. این چهره از شهر دوشنبه تحت رهبری فاروق صابروف مشق میکند. بگ مراد اولتیبایوف اشتراکچی مرحله خیلی حساس بازی های المپی محسوب می‌یابد که برای مدال برنجی تلاش کرده بود در بازی های توکیو 2020 اما جای پنجم را گرفت. یکی از مدعیان، یکی از بهترین های مسابقه امروزه محسوب می شود. منصور رحمان هم جوان است. دسته وزارت عدلیه را در میان ساختارهای قدرتی سرباز قطاری معرفی میکند. یکم شده در دور اول احمد بیکوف اورش خیلی خوب و 10 دور دیگر ادامه دارد. منصور رحمان در این جریان اندکی به هنرنمایی کرد. یک حمله، یک استفاده اصول سرکیت که از جانب بگ مرادو بود آن را هم برطرف کرد. دویم باره برای رفع همین مشکلی کمر همت بست، شایسته کار خاتمه داد. رحمان منصور در مسابقات گرند اسلم، در چمپیونات آسیا بین جوانان و مسابقات بیرون از کشور هم آهسته آهسته اشتراک خود را باز هم بیشتر می سازد. و بگ مراد اولتیبایوف درباره فروتن ورزشگر شایسته ازبکستان گفتیم که
با تماشابینان ما با در دور مخلصان دوم احمد گوشتین بک ملی فورش این ورزشگر چهره رویایی آشنا است. ایشکوشیم رقم 1 رفته شده است تحت رقم 402 ورزشگر استانبک فضامت ورزشگر نویه شغنان. حالا دقیقه دوم رقابت هر دو گرانوزن در مرحله نیمه نهایی یگان امتیازی نیست. داوران فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان هم امروز رقم 412 کهنسال‌ترین ورزشگر از نمود دو با هنر پهلوانان خالصانه به حق‌زاری کردند. تحت رقم 412 منصور رحمان خیلی با جرأتانه گوشتنگیری ایستاده است براستی، چون به جوانی خود نگاه نکرده در این لحظات با یک ستاره کورش ازبکستان روبرو شد و بگمراد در استفاده اصول سر کتف خیلی هم نفر لیاقتمند است. منصور میداند که اکنون دور سیوم اصول دوست داشته این چهره احمد بک بله. فورش یکم شده دور زده همین سر کتف است. بله در حالت قپیدن اندک جوانی کرد. منصور بسیار آداب خوب دارد، حضورخواهی کرد، رقابت ادامه می‌یابد. تنتنه نوروز ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی هم شهامت و جلال الهیده خود را دارد. ما می‌بینیم که روند تلاش بسیار هم جالبتر می‌گردد. درباره رفع مشکلاتی که یا مانعه های زیادی که بکمراد به وجود آورد، منصور رحمان تا این مدت از عهده برطرف کردن آنها برآمد. این خوب است. یا قرصه اکنون 3 دقیقه پشت سر شد. ما می توانیم در این جریان آگاهی برای ستون گذاشتن بکمراد آلتیبایوف که این از روی قاعده در گوشتنگیری رایج نیست. رقابت ادامه می‌یابد. دقیقه را که مشاهده میکنیم 402 ورزشگر نویه شغنان رستنبک فضامت 410 ورزشگر نویه ایشکوشیم دقیقه احمد سیوم بک فورش و تحت رقم 403 ورزشگر از نویه روشقلعه رمی خدای فکبرشو در جای 1 2 و 3 2 دقیقه دیگر وقت هست. ادامه داده است. حالا توجه میکنیم برای جریان مبارزه هر دو پهلوان در مرحله نیمه نهایی. بکمراد آلتیبایوف هم این باری سیوم باری چهارم است که زود برای پرتاف با همان اصول همیشگی است که از سر هر دو آستین داشته بعدا رجوع میکند. خیلی امتیازی اول را عزیزی تاجیکستانی به دست آورد. منصور رحمان سبز پوشی به ناموس تاجیکستانی اولین لحظه را هم خیلی بهتر انجام داد. آفرین. 1.5 دقیقه دیگر آلتیبایوف و منصور رحمان در میدانند. به مرکز میدان می آیند و مقاومت بیشتر می گردد. هیجانی که باز هم مخلصان را فراگیر است. بیاید این لحظه میبینیم که اکنون در مقابل شکر محمد میر محمدوف کی ایستادگی میکند. بکمراد آلتیبایوف یک حرکت خوبی خود را هم اینجا منظور کرد و بیاید اکنون دیگر باره ببینیم که مبارزه بچه ها در این مورد چگونه است و رفت این سبقت با امتیازی بدن برابر هست یا نه. تماشابینان خیلی زیادند. روند مبارزه بله امتیاز بدن هست. نتیجه برابر اگر منصور رحمان دیگر توکل نکند امتیاز دیگر را به دست نآورد آنگاه باز هم کار مشکل تر می شود. حالا با بدن آخرین بکمراد آلتیبایوف فعال تر است.
بدنی اول رو منصور گیری و بعدا آلتیبایوف این کار رو بهتر انجام داد. شکر محمد غالب این دور رو انتظار است. با پیش منصور باید دیگر عقب نشینی نکند، توکل کند و راه دیگر را یابد، راهی که برایش لااقل امتیاز بدن آورد. بگمراد آلتیبایوف ثانیه های بشمار در اختیار دارند. تنها و تنها یک امتیاز لازم است برای منصور رحمان و برای بگمراد آلتیبایوف. اون امتیاز آخرش کافی است که او را با شکر محمد میر محمدوف روبرو کند. وزن 63 کیلوگرم وقت انجام یافت. با بدنی آخرین بگمراد آلتیبایوف در این دیدار خیلی مقاومت ارزنده خود را هم نشان داد و غالب مرحله نیمه نهایی معرفی میگردد. بله همینطور بگمراد آلتیبایوف با دور فینالی را خواهد گرفت. منصور رحمان بعد این حالتی از دست دادهش که بدن امتیاز اولین گشتنگیری را از دست داد، جای سیوم را گرفت. و اکنون پهلوانانی موفق این دور را به میدان دعوت میسازیم. رقابت مرحله نهایی وزن تا 60 کیلوگرم میان یاسین بابوکالانوف و مسلم بک کریموف آغاز گردید. یاسین هم این مرحله را بسیار با موفقانه پشت سر کرد. ارزنده ترین مرحله را در مقابل پهلوانان شایسته منطقه های دیگر مملکت خوب انجام داد و تا به مرحله فینالی برآمد. مسلم بک کریموف هم دوره های اول و دوم و سیوم را هم خیلی سربلندانه پشت سر کرد. مسلم بک کریموف یادآور می شویم که از دور اول پهلوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان، بعدا ورزشگر دسته ختلان 2، سپس ورزشگر باز هم ولایت مختار کوهستان بدخشان را شکست داد. به دور چهارم آمد و تعداد مدعیان در این دور زیاد بودند و هر دو هم یاسین و هم مسلم بک 4 دوره را با موفقانه پشت سر کردند و به مرحله نهایی آمدند. غالب این وزن یادآور می شویم که صاحب چوروای کلان شاخدار قطاس که پرورششان در مرغاب خیلی در سطح لازم بر مانده شده است. مطابق درخواست شهر و نویه ها اگر این سمت اندک صورت افزایی شود، یعنی باز هم اگر حرکت یاسین بابوکالانوف در این حالت در اجرای اصول سر کتف بهتر شود، فکر میکنم که اندک افضلی هنرش باز هم نمایانتر میگرده، چون که بسیار استعداد خوبی استفاده اصول سر کتف و پایزنی را دارد. مسلم بک نیست نفر تصادفی نیست، پهلوانی که سالیان طولانی میدانداری کرده است و خیلی استعداد برجسته هم دارد. دور فینالی وزن 60 کیلوگرم 2 کیلو اجازت بود که اگر وزن زیاد باشد راه داده میشد. امروز هم داوران صاحب تجربه فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان تحت رهبری سمندر محمدی بسیار هم از عهده کار خود با سربلندی برآمدند. یاسین بابوکالانوف امتیاز اولی بدن را مال خود کرد، یک قدم به پیش رفت. گفتیم که در پایزنی یاسین به مانند برادرش امام علی خیلی هم پیشتاز و پیش دست و با هنر هست. مسلم بک هم نفر صاحب استعداد و تجربه غنی دارد، مخصوصا در همین وزن. من تا جای یاد دارم بیش از 10 سال است که مسلم بک در همین وزن 60 کیلوگرم هنرنمایی میکند.
حالا نزد دکتر مسابقه می رود برای اندک آسیب دیدنش. مرحله نهایی وزن تا 60 کیلوگرم. دو فرزندی اوپا این حرکت گفتیم که پایزنی از جانب این ورزشگر شایسته می شود و یاسین بابا کلانوف نهایت کار خود را کرد و برنده مقام اول انعام شایسته نوروزی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. مبارک باشد. و مسلم بک در این وزن جای دوم را گرفت. رقابت پهلوانان در وزن 71 کیلوگرم در مرحله نهایی شروع گردید. دو پهلوانی که خیلی زحمت کشیدند و برای انعام‌های شایسته کمر همت بستند، دست بالا هم شدند. اینها شیراولیا اسحاقوف و دلشاد بوریوف می باشند. دلشاد بوریوف ورزشگر جمهوری ازبکستان، کمربند سرخ، هر دو کمربند سرخ دارد، خلط سفید داشته، مهمان از ازبکستان است. شیراولیا اسحاقوف سبز پوش در میدان بوده، قامت اندک بلندتر دارد و تحت رهبری منوچهر صابروف در تالار ورزشی پرویز صابروف مشورزی میکند و این دو چهره برای انعام عالی شاه جایزه اتومبیل سبکروی الکترومبیل تلاششان را شروع کردند و می‌سازد که امروز از چهره های نو یادآور شد. دلشاد بوریوف را میدانیم و شیراولیا اسحاقوف بار اول است که در مقابل چهره های برجسته گشتین ازبکستان روبرو میگردد. و در وزن 86 کیلوگرم هم یک بهروز اماموف، یک پدیده نو از ونج تولید شد. بعد این دور آنها را ما به شما معرفی خواهیم کرد و ببینیم که جریان مبارزه اکنون اندک شدت میخواهد، چون که این پرتافت با 145,000 سومانی ارزش دارد. این رو هم باید پهلوانان خوب درک کنند و روند تلاش رو باز هم پرشدت‌تر نمایند. در فضای تنتنوی ورزشگران رشته وزن برداری را برای قدردانی به منبر دعوت میکنیم. همزمان رقابت ادامه می‌یابد. برای سپاریدن تحفه ها به غالبان دعوت کرده می شود. دو سه مرتبه یکی کوشش کرد، خوشبختانه کارش آمد نکرد و پهلوان جوان تاجیکستانی هم حالا رجوع میکند. نه، این کار برایش خوب انجام نیافت. دلشاد بوریوف خیلی تجربه برجسته دارد. شیراولیا اسحاقوف، سرداری اداره تلویزیون اسحاقوف از قسمت بالایی تپیدن برایش خیلی مساعد است. شیراولیا از حساب تجربه کمش اینجا اندک شبهه دارد، اما جای مبالغه نیست که شیراولیا امروز بهتر بودن خود را نشان داد در روند مخصوصا مرحله نیمه نهایی در مقابل یکی از پهلوانان ناماشنای ولایت مختار کوهستان بدخشان. اکنون ادامه تلاش رو میبینیم که دلشاد بوریوف کار را در این زمینه چگونه سامان میدهد یا شیراولیا در دفاع کردن تا به کدام نقطه اعتبار و اعتماد خود را استوارتر میکند. خیلی فضای دانه، فضای متنتنی گشتینگیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان برپا گردید. رقابت ادامه می‌یابد و اکنون شیراولیا اسحاقوف با دلشاد بوریوف باز هم مبارزه را ادامه خواهند داد. شاه جایزه مکافات عالی این هم ارزش خیلی بزرگ دارد و چون در خصوص این تحفه های شایسته ادانه حرف زدیم که امروز پهلوانان دو کشور همجوار به مرحله فینالی رفتند در وزن های 71 86 و جمع 86 کیلوگرم، هم تاجیکستان و هم ازبکستان. و اکنون توجه میکنیم که رفت سبقت چی نتیجه میدهد. در وضعیت تنتنوی قدردانی کرده میشوند. و شیراولیا حالا فرصت به ندارد
40 ثانیه دیگر باقی مانده است تا خاتمه دیدار. اگر این دور به پهلوانی ما این 40 ثانیه نتیجه به بار آوردن نتواند، آنگاه دلشاد بوریف اولین شاه جایزه مکافات عالی را اینجا به دست می آورد. وقت انجام یافت و پهلوان ازبکستان دلشاد بوریف اولین شده به دریافت جایزه عالی автомашинаи сабукрави электромобил насиб мегардад. رقابت پهلوانان اکنون برای شاه جایزه عالی اینجا هم آغاز گردید. دعوت کرده می شود زیادالله احرارов بهروز موموف چهره که سفید پوش است از ناحیه ونج منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوروخ و صاحبکار خدایف رمش. توجه میکنیم به رفتی سبقت خوب آماده کردن. خاطرابی با غالبان نمودی دوی باید بودیم. رقابت پهلوانان برای شاه جایزه جریان دارد. از هر دو جانب کوشش بیشتر بود و مخصوصا پهلوان ازبکستانی زیادالله احرارov 2-3 مرتبه هم در روند تلاشش امکانیت خوب برایش فراهم شد و بهروز این حالت ها رو برطرف کرد. و اکنون ببینیم که رفت سبقت چی نتیجه به بار می آورد. پهلوان ما از حساب کمی تجربهش اینجا هم باز به مشکلی روبرو می گردد. حق نظرov اکنون نتوانست که به فینال رود، جای سیوم رو گرفت. از بهروز امامov شکست خورد. مبارزه ادامه می یابد. حالا هم پرتاب حرکت یا نتیجه بهتر را در این دور مشاهده نمی کنیم. معلوم است که زیادالله احرارov از حساب تجربه زیادش، از حساب البته حرکت های علاهیده هم گوشتین جدا و هم گوشتین کورش فرق کننده است. و ببینیم اگر بهروز اینجا تواند که اندک مسئولیت وطنداری را شایسته دفاع کرده تواند. جوان است، اکنون جوان هست لیکن مخلصان زیاد دارد. اینجا رجوع میکنم ای لحظه نیست نه امتیاز نیست. حرکت خیلی خوب مناسب بود. بهروز اگر تواند که شرف ورزشی کشور را دفاع کند، فکر میکنم که بسیار هم شایسته، عالی و ارزنده خواهد شد. جنبست کرده می شود و برای قدردانی غالبان حالا فرصت هست، وقت اندک هست. صاحبکاری وطنی بهروز یک فرصت دارد نتوانست. نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت. رقابت بچه ها ادامه می‌یابد. خب در نمودی دو بین مردان سزاواری جای سیوم رقابت رو می‌بینیم که خیلی شدت دیگر می‌گیرد و اکنون پهلوان تاجیکستانی امکانیت کمتر دارد. از بالا قپیدن برایش خیلی خوب و مناسب است و اینجا فرصت دارد برای باز هم فشار آوری و دستش باز هم کمی ضعیفتر است. قپیدن کمربند برایش اندک مشکلی ایجاد میکند و نمیگذارد که باز هم کار رو جریان سبقت رو اندک شدت دیگر دهد. اگر این هم به ازبکستان رود، آنگاه اکنون مذمت و ملامت پهلوانان ما را انتظار است. راهی دیگری نیست. کنی فروتن هایی که این اقدام های شایسته را همیشه قدردانی کنند و جایزه های
бузургро моли худ намоянд. танбе ба паҳлавони ӯзбекистон барои суст гӯштин гирифтан ва дурӣ ҷустанаш. имтиёзи бадан дорад ва беҳрӯз инҷо кӯшиш карданаш лозим аст ки як ҳаракате кунад, имтиёзи охирини баданро ба даст оварад. аз боло қабидан лозим, аз боло бояд ки қапад, вақт анҷом ёфт. шоҳҷоизаи дуюм ҳам ба ӯзбекистон рафт. бузургтарин кор, олитарин неъмати замони соҳиби истиқлолӣ тӯҳфаҳои арзанда буданд. بسیار رجوع دارد نقطه الهیده که در سمت مبارزه بسیار هم حرکت مناسب انجام داده. سه داور به این پرتافت اکنون امتیازی ارزنده بدن بها گذاری کردند. رقابت پهلوانان در مبارزه که میبینیم خیلی پر هیجان، پر احساس هم هست. اکنون در این لحظه خیلی هیجان آور باید که شکر محمد میرمد و با دست و دل گرم رجوع و نقطه الهیده خود را هم روانه سازد، چون که دو امتیاز یا دو جایزه عالی و دو برتری را پهلوانان ازبکستان به دست گرفتند و جایزه سیوم عالی حالا آی در این فرصت هم اصلا به هر دو ورزشگر، به آن دو چهره که امروز خیلی هم میدانداریشان سطحی بلند بود، هم شکر محمد و هم بگمرود دولتیبویوف، باوری داریم که این احساسات روز اول عید نوروز نیست، باز چورابینی های دیگر ما و شما را در پیشند و بگمرود دولتیبویوف همینجا بسیار یک حرکتی دیگر را هم در روند تلاش خوب و بهتر و شایسته نشان داد، اما داور بعد از امر ایستاد بود، وگرنه این امتیاز بود در حالت خیلی خوب و مساعد یا مناسب و قلای هم رقیب رو پیدا کرده توانست. جایی که بسیار هیجان است، میدان ورزشگاه پراپور مخلص، بسیار هم حالتهای حساس و حل طلب این دور ما و شما را انتظار است.
مقاومت بگمراد آلتیبایوف هم بسیار با مورد بود. شکر محمد هم در این روند از خود یک مهارت به نشان داد. دقیقه سیوم رقابت هم سپری می شود با یک امتیاز بدن پهلوان گران وزن مهال و پیصف است. هر دو هم پهلوانان ناماشنای دو کشور همجوار از ازبکستان و تاجیکستان قرار دارند و ما با ایدی با شکوه اینجا هم شهامت دیگر هر دو استعداد هر دو پهلوانان کشورهای همجواری ازبکستان و تاجیکستان جمع کردند. یعنی در 3 وزن که 3 جایزه تأسیس داده شده بود، نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان یکدیگر را همراهی کردند و در فینال نیروسنجی های خیلی عبرت بخش هم نشان دادند. و بگمراد آلتیبایوف یک رجوع دیگر که شکر محمد اینجا میخواهد در سمت تقویت هنر خود با استفاده اصول همان هلوک بیرون توجه کردند. اما بله رفتی مبارزه ادامه مییابد. ستون گذاشتن در گشتین ملی گشتینگیری رایج نیست و این کار را هم ما دیگر باره میبینیم که روند تلاش آگاهی به شکر محمد میرمحمدوف دادن و ستون گذاشتن برای بگمراد آلتیبایوف. البته ما دیدیم که یک بار هم این کار را انجام داد. در صورت تکرار یافتنش او را هم آگاهی تهدید خواهد کرد. بله بیرون برآمدن، از میدان بیرون شدن اینجا هم بسیار خطر دارد که آگاهی به تنبیه تبدیل نیابد. اشتراکی بازی های المپی توکیو 2020 آلتیبایوف با شکر محمد میرمحمدوف در فینال مسابقه جمهوریوی بخشیده به نوروز بین المللی در خاروخشهر رقابت دارند. پهلوان تاجیکستان یک امتیاز دارد و حالا با سر کیت اصول خیلی خطرناک بگمرادوف توجه کردن. اینجا هم شکر محمد این حالت را رفع کرد خوشبختانه. ثانیه های به شمار 10 ثانیه دیگر اگر شکر محمد این نتیجه رو باز هم استعد است امر داور. بله 5 ثانیه دیگر اگر عزیزی تاجیکستان حالا تنبیه گرفت، امتیازی بدن دارد شکر محمد میرمحمدوف و این حالت هم خیلی هیجان آور است. وقت انجام یافت. وقت انجام یافت و پهلوان ناماشنای تاجیکستان شکر محمد میرمحمدوف در این دیدار ظفر یافت. عزیزی تاجیکستان شکر محمد میرمحمدوف مبارک باشد.
من محمد شکر محمد یه روز صاحب شاهجوزه ولایت مختار کوهستان بدخشان گشتم. منتداری خود را به رئیس ولایت میرسانم که برای ما ورزشگران همه خیلی مسابقه تشکیل داده و من توانستم که این روز خوشبختانه مردم کوهستان بدخشان را خرسند کرده با غالبیت خود و صاحب شاهجوزه گشتم و کل مردم تاجستان عید نوروز مبارکباد میگم.